سلام به شنونده های عزیز. شما به پادکست امروز گوش میدید. پادکستی درباره یکی از بزرگترین آثار ادبی جهان. کتابی که هم از عشق حرف میزند و هم از جنگ، از مرگ و از زندگی. نام این کتاب جنگ و صلح است. نوشته لئو تولستوی، نویسنده بزرگ روس. این رمان به جای اینکه فقط داستان بگوید، آینه ای از روح بشر است. جنگ و صلح. برف نرم و آرام بر خیابان‌های سن پترزبورگ می‌نشیند. در کاخ‌های اشراف صدای موسیقی می‌پیچد. بوی شراب و عطر در فضا پخش است. مردان جوان در لباس‌های نظامی با مدال‌های براق می‌رقصند. زنان در لباس‌های ابریشمی می‌چرخند و همه از چیزی حرف می‌زنند که در افق در حال شکل‌گیری است. جنگ با ناپلئون. اما در گوشه‌ای از سالن، میان این همه رنگ و زرق و برق، دختری ایستاده با چشمانی درخشان و لبخندی صادق. ناتاشا روستوف. او 16 ساله است، پرشور، سرزنده و پر از رویا. دلش هنوز از عشق هیچ نمی‌داند، اما قلبش آماده تجربه کردن است. در همان مجلس جوانی وارد می‌شود که نگاه همه را به خود جلب می‌کند. پرنس آندری بولکونسکی، بلندقد، آرام، با چشمانی اندوهگین. او از خانواده‌ای اشرافی و سختگیر است، مردی که از دنیای دروغین اطرافش خسته شده. همسرش را دوست ندارد، زندگی برایش پوچ شده و تنها آرزویش این است که در میدان نبرد معنایی بیابد. وقتی نگاه آندری به ناتاشا می‌افتد، چیزی در درونش می‌لرزد. لبخند او ساده اما صادقانه مثل نوری از دل تاریکی می‌تابد. در دلش می‌گوید چرا این نگاه مرا به زندگی برمیگرداند؟ و آن شب در میان رقص‌ها و صداها، ناتاشا نیز همان حس را دارد. در دل می‌گوید چرا از میان همه فقط او را می‌بینم؟ چند هفته بعد آندری به خانواده روستوف دعوت می‌شود. در باغ، در میان درختان برفی و صدای کلاغ‌ها، ناتاشا با برادرش می‌دود و می‌خندد. وقتی آندری نزدیک می‌شود، سکوتی کوتاه میانشان می‌نشیند. او لبخند می‌زند و می‌گوید: ناتاشا، لبخند شما یادم داد که زندگی هنوز می‌تواند زیبا باشد. ناتاشا با خجالت می‌خندد. من فقط دلم می‌خواست شما لبخند بزنید پرنس. از همان روز عشق بی صدا میان آن دو شکل می‌گیرد. نه با وعده، نه با کلمات بزرگ، بلکه با سکوت‌هایی که پر از معناست. بهار از راه می‌رسد. در باغ روستوف‌ها شکوفه‌ها باز شدند. پرنس آندری پس از هفته‌ها تردید به سراغ پدرش می‌رود تا از او اجازه بگیرد برای ازدواج با ناتاشا. اما پدرش، مردی پیر، مغرور و سختگیر، مخالفت می‌کند. او خیلی جوان است. اگر واقعا او را می‌خواهی صبر کن. 1 سال صبر کن. اگر باز هم خواستی آن وقت برو. آندری با چشمانی غمگین سکوت می‌کند. می‌داند نمی‌تواند پدرش را نادیده بگیرد. به ناتاشا می‌گوید باید مدتی از هم دور باشند. ناتاشا اشک می‌ریزد اما قول می‌دهد منتظرش بماند. آنها در باغ قدم می‌زنند. ناتاشا آرام می‌گوید اگر دوری عشق را از بین ببرد، پس عشق نیست. من منتظرت میمانم. آندری لبخندی میزند، دستش را میگیرد و به آسمان نگاه میکند. شاید در این آسمان خدا شاهد باشد که من هیچ کس را چون تو دوست نداشتم. اما دنیا آرام نمیماند. در همان سال آتش جنگ شعله‌ور میشود. ناپلئون از غرب نزدیک میشود و روسیه آماده نبرد است. مردان به جبهه میروند. خانواده‌ها میمانند و دعا میکنند. آندری نیز میرود با قلبی پر از امید اما چشمی پر از تردید. در یکی از نبردها او با صدها سرباز دیگر به سمت دشمن میدود. گلوله‌ها سوت میکشند. خاک بلند میشود. فریادها در هوا میپیچد. اما آندری در میان آن هیاهو ناگهان سکوتی درونش احساس میکند.
نگاهش به آسمان میافتد. آبی، آرام، بی تفاوت به جنگ انسانها. در دل میگوید چه احمقانه است این همه کشتار، این همه فریاد وقتی آسمان این چنین آرام است. و در همان لحظه گلوله‌ای در سینه‌اش می‌نشیند. بر زمین می‌افتد و در حالی که خون از لبانش جاری می‌شود لبخندی کوچک می‌زند. در دل می‌گوید شاید صلح همین سکوت است. همین لحظه میان مرگ و زندگی. ماه‌ها بعد سربازان زخمی از میدان جنگ باز می‌گردند. یکی از آنان پرنس آندری است. زنده اما با چهره‌ای رنگ پریده و نگاهی دیگر. او مردی است که مرگ را دیده و بازگشته، اما چیزی در درونش تغییر کرده. او می‌فهمد که هیچ افتخاری در جنگ نیست. هیچ قهرمانی واقعی وجود ندارد. فقط انسان‌هایی هستند که می‌ترسند، می‌جنگند، می‌میرند و گاهی دوست می‌دارند. ناتاشا هنوز بیخبر است. هر روز به آسمان نگاه می‌کند، به هر نامه‌ای دل می‌بندد و در هر صدای امید بازگشت او را می‌شنود. اما زمان بی‌رحم‌تر از جنگ در حال گذر است. روزها عقب نشینی می‌کنند. شهرها در حال سقوطند و ناپلئون مثل سایه‌ای سیاه در سراسر اروپا گسترده شده. مردم از پیروزی حرف می‌زنند، اما در دلشان فقط ترس است. در این میان مردی هست که با ظاهر ساده و ذهنی درگیر دنبال چیزی فراتر از پیروزی است. پیر بزوخوف. پیر مردی ثروتمند و بی دست و پا، وارث بزرگترین املاک روسیه. در آغاز داستان همه او را یک اشرافزاده ساده دل می دانستند، اما در دلش طوفانی از پرسش ها جریان دارد. او با خودش می گوید چرا زندگی با این همه رنج و خون هنوز زیباست؟ چرا ما نمی توانیم بفهمیم که دشمن واقعی درون خود ماست؟ پیر از جنگ نفرت دارد، اما در عین حال از بی‌معنایی صلح هم رنج میبرد. او به انجمنها میپیوندد، به فلسفه، به خدا، به عشق، اما هر راهی که میرود باز به بنبست میرسد. در آن سوی ماجرا ناتاشا هنوز در انتظار آندری است. ماه‌ها میگذرد، نامه‌ای نمیرسد، خبری از او نیست. خانواده ناتاشا تلاش می‌کنند او را شاد کنند، اما دلتنگی مثل سایه‌ای با اوست. تا اینکه یک شب در یکی از مجالس اشرافی ناتاشا با مردی آشنا می‌شود، آناتول کوراگین. زیبا، فریبنده و پر از هیجان. او با لبخندها و وعده‌های شیرینش قلب ناتاشا را می‌رباید. چند شب بعد نقشه‌ای برای فرار می‌کشد. می‌خواهد ناتاشا را از خانه برباید و با خود ببرد. اما نقشه شکست می‌خورد. ناتاشا در میان اشک و شرم می‌فهمد که بازیچه دروغی شده. آن روز وقتی همه از او روی می‌گردانند، وقتی حتی خودش از خودش خجالت می‌کشد، در تنهایی زمزمه می‌کند من عشق را با رویا اشتباه گرفتم. پرنس آندری زخمی و خسته از جنگ به شهر باز می‌گردد. او از خیانت ناتاشا باخبر می‌شود. چهره‌اش سرد و خاموش است، مثل سنگ. ناتاشا سعی می‌کند توضیح دهد، اما او فقط می‌گوید تمام شد. نه برای اینکه تو خطا کردی، بلکه چون دیگر در من عشقی نمانده که ببخشد. آن روز ناتاشا برای نخستین بار معنای واقعی اندوه را می‌فهمد. در اتاقش می‌ماند، هفته‌ها لب به سخن نمی‌زند، تا آنکه یک روز پیر به دیدنش می‌آید. پیر با صدای آرام می‌گوید همه اشتباه می‌کنند، اما انسان وقتی ببخشد بزرگ می‌شود و شاید گاهی باید خودمان را ببخشیم تا دوباره نفس بکشیم. آن دیدار هرچند کوتاه، نقطه‌ای تازه در دل هر دو می‌کارد. نه عشق، نه دوستی، بلکه نوعی درک عمیق از رنج انسان.
سال 1812 ناپلئون با ارتشی عظیم به روسیه حمله می‌کند. ده‌ها هزار سرباز در دشت‌های روسیه می‌سوزند و مسکو در آتش فرو می‌رود. خانه‌ها، کلیساها، خاطره‌ها همه دود می‌شوند. در این میان پیر تصمیم می‌گیرد به دل شهر برود. می‌خواهد ناپلئون را از نزدیک ببیند. شاید او را بکشد، شاید معنای این جنگ را در چشمانش پیدا کند. اما در میانه هرج و مرج دستگیر می‌شود و به عنوان جاسوسی زندانی می‌شود. در زندان در کنار سربازان و دهقانان برای نخستین بار در زندگیش طعم برابری را می‌چشد. او کنار پیرمردی روستایی می‌نشیند که ساده اما عمیق سخن می‌گوید. پیرمرد به او می‌گوید: خوشبختی پسرم در جستجو نیست، در همین است که نفس می‌کشی. در همین لحظه خدا در دل توست، نه در کتاب‌ها. و پیر که همه عمرش دنبال معنای زندگی بود برای نخستین بار لبخند می‌زند. او در سکوت در میان اسیران احساس آرامش می‌کند. در سوی دیگر ارتش روسیه مقاومت می‌کند. در نبردی خونین آندری دوباره زخمی می‌شود، این بار مرگبار. او را به بیمارستان صحرایی می‌برند، جایی که پرستاران بی صدا میان ناله‌ها می‌چرخند. و در میان آن شلوغی ناتاشا را می‌بیند. ناتاشا که برای کمک به زخمی‌ها آمده. وقتی نگاهش به او می‌افتد، فریاد نمی‌زند، گریه نمی‌کند. فقط آرام کنار بسترش می‌نشیند و دستش را می‌گیرد. آندری چشمانش را باز می‌کند، نگاهش می‌کند و با لبخندی خسته می‌گوید: دیگر هیچ چیز مهم نیست. تو اینجایی، همین کافی است. در آن لحظه ناتاشا می‌فهمد که عشق فقط در شور و وعده نیست، در بخشش است، در ماندن کنار کسی که رنج می‌کشد. آن شب برف آرام بر چادر زخمی‌ها می‌بارد. ناتاشا تا صبح کنار آندری می‌ماند و وقتی سپیده می‌زند، آندری آرام چشمانش را می‌بندد و می‌گوید: صلح‌ها یافتم در درون خودم، و نفس آخر را می‌کشد. برف‌ها هنوز روی دشت‌های روسیه سنگینی می‌کنند. جنگ آرام آرام خاموش می‌شود، اما خاک هنوز بوی خون می‌دهد. هزاران مرد رفتند و باز نگشتند. خانه‌ها سوخته، خانواده‌ها شکستند. اما در میان این ویرانی دانه‌ای از امید جوانه می‌زند. پیر بزوخوف بعد از ماه‌ها اسارت از زندان آزاد می‌شود و از میان ویرانه‌ها عبور می‌کند. شهرش را ویران می‌بیند، اما در دلش آرامشی عجیب موج می‌زند. دیگر به دنبال پاسخ نیست. دیگر نمی‌خواهد جهان را بفهمد. فقط می‌خواهد زندگی کند، با صداقت، با مهربانی، با ایمان. او به یاد پیرمردی می‌افتد که در زندان گفته بود: خدا در دل توست. اگر آرام بمانی صدایش را میشنوی. پیر در دل زمزمه میکند: شاید همین است صلح. صدای آرام درون هر انسان. چند ماه بعد پیر به دیدار خانواده رستوف میرود. خانهشان دیگر مثل قبل نیست. بسیاری از اعضای خانواده در جنگ از دست رفتند. اما فضای خانه هنوز گرم است. در گوشه‌ای از اتاق ناتاشا نشسته است. چهره‌اش آرامتر، پخته‌تر و ساکت‌تر از گذشته است. او دیگر دختر پرشور آن مجالس رقص نیست. او زنی است که عشق، گناه، رنج و بخشش را لمس کرده. وقتی نگاهش به پیر می‌افتد، لبخند محوی می‌زند. پیر می‌گوید: از وقتی برگشتم حس می‌کنم همه چیز تازه شروع شده. حتی نفس کشیدن. ناتاشا آرام پاسخ می‌دهد: منم تازه فهمیدم زندگی یعنی همین لحظه ها. حتی وقتی غمگینی، هنوز زنده‌ای. از آن روز دوستی آرام و عمیقی میانشان شکل می‌گیرد. نه از جنس شوق و هیجان، بلکه از جنس آرامش و فهم. ماه‌ها می‌گذرد. ناتاشا و پیر ازدواج می‌کنند.
در خانه کوچک اما پر از خنده زندگی تازه‌ای می‌سازند. ناتاشا مادر می‌شود. پیر هر روز در مزرعه کار می‌کند، کتاب می‌خواند و شب‌ها کنار بخاری داستان می‌گوید. در لحظه‌های سکوت گاهی به یاد آندری می‌افتند، به یاد دوستانی که در جنگ ماندند، اما به جای اندوه در دلشان احترامی آرام است. احترامی برای همه آنچه گذشت. پیر در دل می‌گوید جنگ را نمی‌توان نابود کرد. در درون انسان است. اما می‌توان صلح را ساخت اگر از درون خودمان شروع کنیم. انسان همیشه میان جنگ و صلح است. جنگ با دیگران و جنگ با خود. اما حقیقت در نبرد نیست. در تسلیم آرام به زندگی است. آن کس که درون خود را آرام کند دیگر دشمنی در بیرون ندارد. صلح در واقع فهمیدن بیهودگی قدرت است. فهمیدن این که در برابر مرگ همه برابرند. امپراتور، دهقان، زن، مرد، عاشق، سرباز. آتش در بخاری می سوزد. بچه ها بازی می کنند و بیرون برف آرام می بارد. ناتاشا کنار پنجره می ایستد. آسمان را نگاه می کند. در دلش می گوید شاید زندگی همین است. جنگ، عشق، مرگ و بعد صلح. و ما باید یاد بگیریم که در هر کدام زیبا زندگی کنیم. پیر نزدیک می شود. دستش را روی شانه‌اش می گذارد و می گوید بیا کنار آتش. شب سرد است. ناتاشا لبخندی می زند و صدای تولستوی در روایت می پیچد. صلح در درون ماست. نه در میدان نبرد. نه در قراردادها. بلکه در جایی میان قلب و وجود انسان. اثر او سفری است از شور جوانی تا خرد پیری، از جنگ‌های بیرونی تا آرامش درونی و شاید پیام نهاییش همین باشد. اگر در قلبت صلح نباشد، هیچ پیروزی معنا ندارد. ممنونم که تا انتهای این پادکست با من بودید. امیدوارم شنیدن این روایت از جنگ و صلح دل شما را هم مثل من آرام کرده باشد. اگر از این برنامه خوشتان آمد، پیشنهاد میکنم در قسمت‌های بعدی هم همراه من باشید تا با هم به سراغ دیگر شاهکارهای ادبی جهان